فصل دوم. پرنگه داشتن مخزن عشق. عشق مهمترین واژه زبان انگلیسی است و گیج کننده ترین آنها. همه متفکران معتقدند که عشق نقش اساسی در زندگی انسان ایفا می کند. به ما گفتند عشق چیز باشکوهی است و دنیا بر مدار عشق می گردد. هزاران کتاب، ترانه، مجله و فیلم سینمایی آکنده از این واژه‌اند. نظام‌های فلسفی و نظری متعدد جایگاه برجسته‌ای در روی عشق قائل شده‌اند و بنیانگذار مذهب مسیحیت هم همواره از پیروانش می‌خواست که عشق را ویژگی اصلی وجود خویش قرار دهند. روانشناسان به این نتیجه رسیدند که نیاز به احساس محبت از نیازهای عاطفی اصلی انسان است. به خاطر عشق ما از کوه‌ها بالا می‌رویم، در دریاها می‌گذریم، ریگ‌های بیابان را زیر پا می‌گذاریم و سختی‌های وصف ناپذیری تحمل می‌کنیم. بی عشق کوه‌ها صعود ناپذیر، دریاها گذر ناپذیر، بیابانها تحمل ناپذیر و سختی‌ها بلایای زندگیمان می‌شوند. پولس رسول در ستایش عشق چنین گفت: هر آنچه در زندگی بشر با انگیزه عشق صورت نگرفته باشد، در نهایت پوچ و توخالی است. او نتیجه گرفت که در صحنه پایانی نمایش زندگی انسان تنها 3 شخصیت باقی خواهند ماند: ایمان، امید و محبت. اما بزرگترین آنها محبت است. اگر موافق باشیم که واژه عشق در کل جوانب جامعه بشری رسوخ کرده، هم به لحاظ تاریخی و هم در حال حاضر، پس باید موافق این نیز باشیم که این واژه گیج کننده ترین واژه هاست. ما از آن به هزاران راه استفاده می کنیم. ما می گوییم من عاشق سوسیسم و بلافاصله بعد از آن ممکن است بگوییم من عاشق مادرمم. ما از فعالیت‌هایی که عاشقشان هستیم حرف می‌زنیم، مثل شنا کردن، اسکی کردن و شکار کردن. ما عاشق چیزها و اشیا می‌شویم، مثل غذا، اتومبیل، خانه. عاشق حیوانات می‌شویم، سگ، گربه، حتی حلزون. عاشق طبیعت می‌شویم، درخت، چمن، گل و هوا. عاشق افراد می‌شویم، مادر، پدر، پسر، دختر، والدین، زن، شوهر و دوست. ما حتی عاشق عشق می‌شویم. علاوه بر همه اینها، ما از واژه عشق برای توضیح رفتار ما نیز استفاده می‌کنیم. این کار را کردم چون دوستش داشتم. این توضیح برای انواع و اقسام اعمالمان به کار گرفته می‌شود. مردی که با زنی رابطه نامشروع دارد، آن را عشق می‌نامد، اما فرد روحانی آن را گناه می‌خواند. زن یک الکلی نشانه‌های جرم شوهرش را پاک می‌کند و آن را عشق می‌نامد، اما روانشناس آن را همدستی با معتاد می‌خواند. والدین به همه خواسته‌های فرزندشان تن می‌دهند و آن را عشق می‌نامند، اما مشاور خانواده آن را بی‌مسئولیتی والدین می‌خواند. پس رفتار از سر عشق چیست؟ هدف این کتاب محو همه گیجی‌های مربوط به واژه عشق نیست، بلکه تمرکز روی آن نوع عشقی است که برای سلامت عاطفی ما اساسی است. روانشناسان کودک تاکید می‌کنند که هر کودکی نیازهای عاطفی اساسی و معینی دارد که برای ثبات عاطفی او حتماً باید برآورده شوند. در میان این نیازهای عاطفی هیچ کدام اساسی‌تر از نیاز به محبت و توجه نیست. یعنی نیاز کودک به این احساس که او را دوست دارند و می‌خواهند. کودکی که توجه و محبت کافی دریافت کند، در بزرگسالی فردی مسئول خواهد شد. بدون توجه و محبت، کودک به لحاظ عاطفی و اجتماعی عقب مانده خواهد شد. وقتی اولین بار این استعاره را شنیدم، از آن خوشم آمد. در درون هر کودکی مخزن عاطفی هست که باید با عشق پر شود. وقتی کودکی احساس می‌کند که واقعاً دوستش دارند، به طور عادی رشد خواهد کرد. اما وقتی مخزن عشق خالی باشد، کودک دچار مشکلات رفتاری می‌شود. بسیاری از بدرفتاری‌های کودکان ناشی از تأثیرات خالی بودن مخزن عشق است. اینها گفته‌های دکتر راس کمپل، روانپزشک متخصص کودکان و نوجوانان است. وقتی در جلسه‌ای به سخنان وی گوش می‌دادم، به صدها پدر و مادری فکر می‌کردم که به خاطر مشکلات رفتاری کودکانشان به دفترم آمده بودند.
من هرگز از وجود یک مخزن عشق در درون آن کودکان با خبر نبودم، اما مسلماً نتایج آن را دیده بودم. بدرفتاری‌های آنها ناشی از تلاش آنها برای جستجوی عشقی بود که احساس نمی‌کردند، تلاشی که به بیراهه رفته بود. آنها در نقاط نامناسب و راه‌های نامناسب در جستجوی عشق بودند. دختری به نام اشلی را به یاد می‌آورم که در سن 13 سالگی به خاطر ابتلا به بیماری‌های آمیزشی تحت درمان بود. والدینش شوکه شده بودند. آنها از دست اشلی عصبانی بودند. آنها از دست مدرسه که به خاطر آموزش روابط جنسی مقصرش می‌دانستند عصبانی بودند. آنها می‌پرسیدند چرا او این کار را کرد؟ در کانون وجود بشر آرزوی صمیمیت و مورد محبت و علاقه فرد دیگری بودن وجود دارد. هدف از ازدواج رفع این نیاز به مهر و صمیمیت است. وقتی با اشلی حرف می زدم، او از جدایی والدینش در سن 6 سالگی گفت. من فکر می کردم پدرم ما را ترک کرد چون دوستمان نداشت. وقتی 10 ساله بودم، مادرم دوباره ازدواج کرد. حالا احساس می کنم کسی هست که او را دوست دارد. اما من هیچ کس را ندارم که دوستم داشته باشد. من خیلی می‌خواستم دوستم داشته باشند. بعد در مدرسه با پسری آشنا شدم. او از من بزرگتر بود اما دوستم داشت. نمی‌توانستم باور کنم اما او با من مهربان بود و واقعا احساس می‌کردم که دوستم دارد. من نمی‌خواستم رابطه جنسی با او داشته باشم. فقط می‌خواستم کسی دوستم داشته باشد. مخزن عشق اشلی سالها بود که خالی بود. مادرش و ناپدریش نیازهای فیزیکی او را تامین می‌کردند. اما کشمکش عاطفی عمیقی که در درون او جریان داشت نمی‌دیدند. آنها مسلماً اشلی را دوست داشتند و فکر می‌کردند اشلی محبتشان را احساس می‌کند. آنها زمانی کشف کردند که به زبان اصلی عشق اشلی حرف نمی‌زدند که دیگر دیر شده بود. اما نیاز عاطفی به عشق و محبت صرفاً پدیده‌ای مربوط به دوران کودکی نیست. این نیاز تا بزرگسالی و طی ازدواج ادامه می‌یابد. تجربه عاشق شدن به طور موقت این نیاز را برطرف می‌کند، اما این راه حلی سریع است و همانطور که بعداً در میابیم عمر محدود و قابل پیشبینی دارد. پس از اینکه تب و تاب عاشقی پایان گرفت، نیاز عاطفی به عشق از نو برمیخیزد، زیرا اساس طبیعت ما را تشکیل می‌دهد. این نیاز کانون آمال عاطفی ماست. ما پیش از عاشق شدن به عشق نیاز داشتیم و تا زمانی که زنده ایم به آن نیاز داریم. نیاز به دریافت مهر و محبت از سوی همسر خیش قلب آمال ما در زندگی زناشویی را تشکیل می‌دهد. اخیراً مردی به من گفت اگر زنتان دوستتان نداشته باشد، خانه، ماشین، ویلای کنار دریا و بقیه چیزها به چه دردی می‌خورد؟ اون مانند منظور واقعی او چه بود؟ او می‌گفت پیش از هر چیز دیگر من می‌خواهم زنم دوستم داشته باشد. اشیاء مادی نمی‌توانند جای عشق انسانی و عاطفی را بگیرند. زنی می‌گفت شوهرم تمام روز مرا نادیده می‌گیرد و بعد می‌خواهد با من بخوابد. من از این کار متنفرم. او زنی نیست که از سکس متنفر باشد. او زنی است که با تمام وجود عشق عاطفی را طلب می‌کند. چیزی در ذات وجود ما فریاد می‌زند تا دیگران دوستش داشته باشند. انزوا روح و روان انسان را خرد می‌کند. به این دلیل است که حبس انفرادی ظالمانه ترین مجازات ها دانسته شده. در کانون وجود انسان این میل و آرزو هست که با انسان دیگری صمیمی شده و محبت او را دریافت کند. هدف از ازدواج رفع این نیاز به مهر و صمیمیت است. به این دلیل است که در نوشته‌های انجیلی کهن گفتند که زن و شوهر به یک گوشت و پوست واحد بدل می‌شوند. این بدان معنا نیست که افراد هویت خاص خود را از دست می‌دهند، بلکه به این معناست که به شیوهی عمیق و صمیمانه وارد زندگی یکدیگر می‌شوند. نویسندگان انجیل عهد جدید به زن و شوهر اعلام کردند که یکدیگر را دوست داشته باشند. از افلاطون تا پپک همه نویسندگان بر اهمیت عشق در زندگی زناشویی تاکید کردند. اما عشق در عین اینکه مهم است، مشکل هم هست. من بارها به گفته‌های زوج‌هایی گوش دادم که از درد پنهان و مشترکشان سخن می‌گفتند.
برخی از آنها به دلیل درد آمدن که درد درونیشان غیر قابل تحمل شده بود. برخی دیگر به این علت آمده بودند که الگوهای رفتاری یا بدرفتاری شریک زندگیشان را برای ازدواجشان ویرانگر می‌دیدند. برخی صرفاً آمدند تا به من بگویند که دیگر نمی‌خواهند متأهل باشند. این رویای آنها که به خوبی و خوشی تا پایان عمر با هم زندگی کنند به شدت به دیوارهای واقعیت برخورد کرده بود. من بارها و بارها این جملات را شنیدم. عشق ما تمام شد. رابطه‌مان مرده. ما خیلی به هم نزدیک بودیم اما دیگر نیستیم. ما دیگر از بودن با هم لذت نمیبریم. ما نیازهای همدیگر را برطرف نمی‌کنیم. ماجرای زندگی آنها شاهدی بر این مدعاست که بزرگسالان نیز مانند کودکان مخزن عشق دارند. آیا در اعماق وجود زوجهای ناراحت مخزن عشق نامرئی وجود دارد که درجه‌اش نشان می‌دهد خالی است؟ آیا بدرفتاری‌ها، بی‌توجهی‌ها، کلمات درشت و خشن و روحیه انتقادی آنها به این دلیل نیست که آن مخزن خالی است؟ اگر ما بتوانیم راهی برای پر کردن آن پیدا کنیم، آیا می‌توان از ازدواج آنها را نجات داد؟ آیا اگر مخزن عشق پر شود، زوجها می‌توانند فضای عاطفی ایجاد کنند که بتوان درباره اختلافات بحث کرد و کشمکش‌ها را حل کرد؟ آیا مخزن عشق همان چیزی است که سبب موفقیت ازدواج می‌شود؟ این پرسش‌ها مرا به سفری طولانی کشاند. در این مسیر من نکات تازه اما مهمی را که در این کتاب می‌خوانید یافتم. این سفر نه تنها مرا به 20 سال مشاوره ازدواج کشاند، بلکه قلب و ذهن صدها زوج آمریکایی در سرتاسر این کشور را نیز به رویم گشود. از سیاتل تا میامی، زوجهای مختلف مسائل داخلی ازدواج خود را برایم بازگو کردند و به طور علنی با یکدیگر گفتگو کردیم. مطالب این کتاب از بافت زندگی واقعی ارائه شدند. تنها نام‌ها و مکان‌ها به منظور حفظ حریم خصوصی افرادی که چنین آزادانه با من صحبت کردند تغییر یافته است. من معتقدم که پرنگه داشتن مخزن عشق در ازدواج همانقدر مهم است که توجه به سطح روغن اتومبیل. چنانچه ازدواج خود را با مخزن عشق خالی پیش ببرید، بیشتر از رانندگی با اتومبیل بی روغن برایتان هزینه دارد. آنچه در این کتاب می‌خوانید می‌تواند هزاران ازدواج را از نابودی نجات دهد و حتی فضای عاطفی یک ازدواج خوب را هم بهبود ببخشد. کیفیت زندگی زناشویی شما در حال حاضر هرچه که باشد همیشه می‌تواند بهتر شود. اما پیش از آنکه 5 زبان عشق را بررسی کنیم، باید به پدیده مهم اما گیج کننده دیگری بپردازیم به نام تجربه سرمست کننده عاشق شدن.